فکر میکنم که برای این روز اگر کودکان گوییم یا اینکه برای خودم من اگر مسئله میدادم برای خردسالی، فکر میکنم این بیشتر خواندن و آموختن زبان است و همچنین گفتم ممکن است که در سمت تکنولوژی کار کردم، چون اگر امروز مجرای خودی گوییم که دنیا را نگاه کنیم، یعنی اون نفری که زیاد خوانده است، اون نفری که زبان را میداند، اون نفری که باز گوییم که زبان تکنیک و تکنولوژی را زیاد میداند و امکانات پیدا میکند که کار و فعالیت خودش را باز هم وسیع‌تر گرداند. چون وقتی که دانش هست میتواند تفکر انتقادی خودش رو، میتواند دیگر زبانها رو باز بیاموزد، میتواند از گوییم که تکنولوژی امروزه نیست با خبر شد و آن تکنولوژی رو نیست برای فایده کار خودش استفاده کند.